سلام دوستان، روز بخیر. امیدوارم که هر جایی که هستید خوب و خوش و خرم باشید. امروز 3 جولای 2026. من احمد از ونکوور در خدمتتون هستم. قبل از که وارد بحث اصلی بشیم دوستان یه مقداری در مورد این کانال صحبت بکنیم. این کاری که شروع کردیم هدفش اینه که بتونیم به حوزه تکنولوژی و نوآوری یک دریچه‌ای باز بکنیم، با تحلیل دیتا، آمار، اطلاعات بتونیم دنیای پیرامونمون رو متوجه بشیم که چه اتفاقی داره توش میفته. و خب حوزه تکنولوژی و نوآوری یکی از حوزه‌هایی است که بیشترین تاثیرات رو روی زندگی ما، زندگی فردی و اجتماعیمون میذاره. من خودم خب کنجکاو هستم همواره که این تغییرات رو دنبال بکنم، تحلیل بکنم برای خودم و دوست دارم که اینجا بتونیم در این بستری که تازه شروع کردیم بتونیم یاد بگیریم از همدیگه، بحث کنیم، صحبت کنیم در مورد این حوزه و بتونیم کمک کنیم که نگاه بهتری داشته باشیم به این فضا. خب ابزار ما چیه؟ ما ابزارمون داده هست، داده های عمومی، پابلیک دیتاییه که خب توی از طریق استاک مارکت، بازار سهام، شرکت ها به شکل گزارش های فصلی، گزارش های سالانه ارائه میکنند. اخبار، اطلاعات، تغییرات، اخبار تغییرات حوزه رقابت در زمینه تکنولوژی توی لندسکیپ و توی فضای رقابت چه اتفاقی داره میفته، شرکت های جدیدی که ایجاد میشن، استارتاپ هایی که وارد این حوزه میشن، شرکت هایی که آی پی او میکنن و شاید شرکت هایی که به مرور زمان از بین میرن. ما این فضاها رو با استفاده از حالا دادایی که در اختیار داریم تحلیل میکنیم. ادعای نداریم که دیتای خاص و انحصاری در اختیار ما هست، نه، پیشگویی نمی کنیم، ادعای پیشگویی هم نداریم. حالا کما اینکه حالا شاید بعضی وقتا هم هر کسی بالاخره تمایل داشته باشه مثل سرمایه گذاری بکنه، ولی ما پیشنهاد سرمایه گذاری اینجا نمیدیم. هدفمون هم این نیست. هدفمون اینه که آشنا بشیم، ببینیم دنیای پیرامونمون توی حوزه تکنولوژی و نوآوری داره چه اتفاقایی میفته. پس من ممنون میشم که فیدبک داشته باشیم. ممنون میشم اگر خطای اشتباهی میبینید توی کانال حتما اطلاع بدید که خب بقیه مخاطبینم مطلع بشن. و اگر که مطلب خاصی رو هم فکر میکنید که میتونیم با هم یه تحلیل بکنیم و دنبال بکنیم، لطفا پیشنهاد بدید. تغییرات میان حوزه به خصوص تکنولوژی و حوزه هوش مصنوعی. اگر موضوع خاصی، شرکت خاصی دوست دارین که مثلا با هم یه تحلیل بکنیم، اینا رو هم لطفا اطلاع بدین که انجام بدیم و ببریم جلو. چرا من امروز انتخاب کردم برای این معرفی؟ به خاطر اینکه امروز و دیروز از اون روزهای خیلی مهمه بازار هستند. شرکت متا، فیسبوک، آمازون و مایکروسافت گزارش‌های فصلیشون رو ارائه کردند برای فصل دوم سال 2026. البته آمازون و متا برای فصل دوم 2026 هست، مایکروسافت برای فصل چهارم 2026. دلیل اصلی اینه که مایکروسافت سال مالیش با اون دو تا شرکت فرق میکنه و خب خیلی تغییرات شدیدی ما داشتیم توی بازار برای سهام شرکت‌های حوزه تکنولوژی و سمی کانداکتور و نیمه رسانه‌ها. از قبل هم یه سری اتفاقات داشتیم. حالا توی صحبت امروز میخوام یه مقدار بررسی بکنیم اتفاقات چند روز اخیر رو، ببینیم چی شد، چه اتفاقی داره میفته. یکی این که خب چند وقت اخیر سهام‌های حوزه نیمه رسانه‌ها، انویدیا، ETF SMH، سهام‌های شرکت‌های حافظه، مموری رم، ETF دیرم، اینا تغییرات خیلی شدید داشتن. یعنی مثلا انویدیا فرض کن از قیمت قله‌اش 20% پایین‌تر، الان SMH، ETF SMH بیش از 20% از قیمت پیکش الان پایین‌تره و مموریا که حدوداً خود ETF دیرم مثلا از 80 اومده روی فرض کن 45 تا 50 که خب خیلی تغییرات بیش از این حرف، مثلا 30-35% حداقل تغییرات داشته. چه اتفاقی، چه پارامترهایی، چه نیروهایی تأثیر گذارن روی این تغییرات؟
خب چند تا الان نیروهای زیادی هستن، ولی خب این چند روز اتفاقی که افتاده، آپدیتایی که داشتیم چیا بودن. یه اتفاق مهم هستن به چین نوآوریایی که تو حوزه هوش مصنوعی و سمی کانداکتور نیمه رسانات انجام میده، اخبارش میاد و خب تاثیرگذاره. بحث بعدی مدل مالی جدیده که انویدیا برای مشتریاش معرفی کرده، اون هم تاثیر گذاشته روی بازار. و هزینه‌های خیلی سنگینی که توی حوزه هوش مصنوعی و دیتا سنتر شرکت‌های بزرگ دارن انجام میدن. خب خیلی سوال ایجاد کرده برای سرمایه‌گذارا که این هزینه‌ها برگشت سرمایه‌اش به چه شکلی هستش. پس فاکتورهای زیادی هستن، ولی خب الان امروز ما مشخص این سه تا نیرو رو داریم بررسی می‌کنیم که تو حوزه کامپتیشن و بازار چه تأثیری میذارن. اتفاق اول که خب توی اخبارم میشنویم، رویترز هم یه خبری این هفته رفت که تاثیر زیادی داشت. آپدیت ها خبری هست از سمت چین که توی کل استک AI، توی کل زنجیره ارزش AI چین داره نوآوری‌های خوبی رو انجام میده. به طور مشخص حالا یه مدل متن باز کیمیکیتری اومد در مقایسه با مدل‌های بسته مثل چت جی پی تی یا جی پی تی یا کلاود. کیمیکیتری یک مدل باز رو معرفی کرد که حالا تحلیل مدل کیمیکیتری خودش چندین ویدیو لازم داره که براش انجام بشه صحبت کنم. توی معرفی کیمیکیتری خب تاثیر اصلی دست با رقابت اصلی که تحت تاثیر قرار میگیره بیشتر فرانتیر مدل هستند. خبر فرانتیر مدل هم که میگیم یعنی مثل کلاود، مثل جی پی تی، خب اینا میتونه به هر حال بازارشون تحت تاثیر قرار بگیره. ولی خبری که بهتون مشخص این هفته از رویترز اومد در مورد تولید، یعنی امکان چاپ لیتوگرافی با دقت بالا توسط شرکت چینی هست که خب برای اولین بار هست که یک شرکتی خارج از اون زنجیره ارزش انویدیا، TSMC و اون زنجیره ارزش به قول معروف سنتی سمی کانداکتور یا نیمه هادی ها اومده وارد شده. حالا اهمیت این از کجا میاد؟ چرا مثلا وقتی یه شرکت چینی میاد تو این حوزه یه قابلیتی رو ایجاد میکنه اینقدر تاثیر میذاره؟ به خاطر اینکه مارجین یا سود بالایی که حاشیه سود بسیار بالایی که شرکتی مثل انویدیا روی کارتای گرافیکیش جی پی یو هاش در نظر میگیره، حاشیه سود بالایی که TSMC تایوان روی تولیداتش در نظر میگیره، اینا همش بر این اساس حالا مونوپولی یا انحصار بزرگی است که این کمپانی‌ها دارن و خب پیشرو هم هستن و لید میکنن. با ورود یه بازیگر جدید خب میشه پیش بینی کرد که به هر حال سود بالایی که این کمپانی‌ها دارن برای محصولاتشون حداقل میشه گفت که به یه شکلی میتونه تهدید بشه. حالا اینکه این تهدید چقدر واقعیه، اینکه کی محقق میشه، خب اینا سوالای بعدی هست، ولی این تأثیر میذاره، یعنی روی ذهن سرمایه‌گذار تأثیر میذاره که آیا انویدیا میتونه با همین مارجین در آینده بفروشه پروداکتش رو، میتونه مارجین 76% حاشیه سود 76% ایجاد کنه و TSMC همچنان میتونه حاشیه سود بالا ایجاد بکنه. خب پس یکی از اتفاقی که این هفته افتاد و فشار زیاد روی ETF SMH، سهام انویدیا، سهام AMD و همه شرکت‌های حوزه سمی کانداکتور آورد، همین آپدیت و اخباری بود که از سمت چین اومد. اتفاق بعدی که خب جالب من بود، مدل مالی جدیدیه که انویدیا معرفی کرد برای یه پارتنرشیپ با اوپن ای آی که توی این مدل مالی جدید که عددش هم چند صد میلیارد دلار هستش، خیلی بزرگه، پروژه بسیار بزرگی هست. انویدیا دست میاد به یک شکلی مسئولیت فایننس کردن پروژه رو بر عهده میگیره، یعنی از طریق انویدیا فایننس کردن پروژه و تأمین مالی پروژه اتفاق میفته. حالا درسته که اوپن ای آی در نهایت از انویدیا خرید میکنه و دیتا سنتراشو میسازه، ولی همین که این تأمین مالی داره توسط انویدیا به یک شکلی رهبری میشه،
این برای سرمایه گذاری انویدیا به شکلی مثل یه ریسکی دیده میشه. یعنی متفاوت از این که اوپن ای بگه که آقا من مشتریمو دارم، درآمدمو دارم، حالا میخوام خرید بکنم از انویدیا و همه چیز به شکل حالا روتین اتفاق میفته مثل حالا مدل قبلی. این مدل جدید که حالا تامین مالی رو انویدیا داره به قول معروف رهبری میکنه، یه ریسکی رو داره ایجاد میکنه برای ایجاد درآمد برای انویدیا و یک جوری تو ذهن ما میتونیم اینا مثل این در نظر بگیریم که گویی که مثلا انویدیا داره یک تخفیفی میده به اوپن ای آی. تو ادبیات مالی حالا نه دقیقاً ولی میشه مثلا یک شباهتی ایجاد کرد با اینکه یک تخفیفی میده و برای سرمایه گذاری مثل اینه که مارجینش کم میشه. مارجین یعنی حاشیه سود انویدیا کمتر میشه و خب اینم خبری بود که این هفته اومد و تاثیر گذاشت دوباره. یعنی سهام انویدیا خب 5% فکر کنم بعد از این خبر سقوط کرد و بقیه حالا SMH هم که خب تحت تاثیر بود کلا یک دو هفته سختی رو گذروند ETF SMH. و موضوع بعدی بحث هزینه‌های سنگین هایپر اسکیلرها، این کمپانی‌های عظیم حوزه تکنولوژی توی بحث هوش مصنوعی و دیتا سنتراشون هست. هزینه‌های بسیار بسیار بزرگی انجام میدن که خب مثلا برای سالی نزدیک به 100 میلیارد دلار هر کدوم دارن سرمایه گذاری میکنن تو حوزه دیتا سنتر. و خب این سرمایه گذاری سوال برای سرمایه گذاری ایجاد میکنه که کی قراره ریترن آن اینوستمنت یا سود این سرمایه گذاری برگرده. این سرمایه گذاری در حوزه دیتا سنتر تا امروز برای انویدیا و SMH و سمی کانداکتور خبر بسیار مثبتی بوده. مثلا در یکی دو سال گذشته همواره باعث به شکلی افزایش ارزش سهامشون میشدن چون داره خبر میده از رونیو بیشتر، درآمد بیشتر و درآمد بیشتر. پس افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه دیتا سنتر خبر خوبیه، ولی خب اگر این تبدیل به ریترن آن اینوستمنت، تبدیل به سود نشه، تبدیل به خلق ارزش نشه، خب نمیتونه ادامه دار بشه این هزینه و برای انویدیا و شرکت‌های حالا سمی کانداکتوری میتونه یک ریسکی برای درآمد آینده نظر بگیره. و خب این سوال ایجاد شده برای سرمایه‌گذارا که کی ما میتونیم به قول معروف ریترن آن اینوستمنت یا سود سرمایه‌گذاری رو برای این شرکت‌ها در حوزه AI ببینیم. این یکی دو روز یعنی دیروز و امروز 3 تا ارنینگ ریپورت خیلی مهم، یعنی گزارش مالی خیلی مهم از این شرکت‌های بزرگ امریکایی، مایکروسافت، متا و آمازون در اومده که مربوط به کیو فصل دوم 2026 برای متا و آمازون و فصل چهارم 2026 برای مایکروسافت میشه. ببینیم چجوری سرمایه گذارا، ببینیم چجوری بازار این گزارش مالی رو خونده. خب یه دلهوره بزرگی قبل از گزارش مالی هایپر اسکیلرها یا کمپانی بزرگ وجود داره در مورد اینکه آیا همچنان سرمایه گذاری‌های روی دیتا سنتر و سمی کانداکتور، کامپیوت، محاسبات، آیا همچنان این سرمایه گذاری از سمت این شرکت‌های بزرگ رو به رشده یا نه؟ خب پس این خیلی خیلی سیگنال مهمیه برای شرکت‌های سمی کانداکتور و انویدیا، AMD، ARM. اینها خیلی مهمه که سرمایه گذاری که شرکت‌های عظیم آمریکایی دارن می‌کنن به سمت داره رشد میکنه یا نه در حوزه دیتا سنتر. خب توی گزارش مالی هر سه تا شرکت سرمایه‌گذاری‌های روی دیتا سنتر رشد کرد. خب پس از این سمت خبر خوبیه برای بازار سمی کانداکتور و انویدیا. ولی نکته خیلی جالب که باعث شده نتایج مختلفی، تاثیرات مختلفی داشته باشه این سه تا گزارش روی این سه تا روی ارزش سهام این سه تا کمپانی، هم جزئیات بعدی هست که در نظر میگیرن سرمایه گذارا. مایکروسافت توی گزارش که اعلام کرده خب گفته سرمایه گذاری روی دیتا سنتر ها بیشتر شده امسال، بعد از پیش بینی ها بیشتر شده، ولی درآمد مایکروسافت هم از پیش بینی های امسال 2026 فراتر رفته و علاوه بر اون
اژور، مایکروسافت اژور تونسته یک رشد خیلی خوبی ایجاد بکنه، چیز حدود 40%. یعنی این کوارتر، این فصل نسبت به فصل قبل پارسال 40% رشد کرده مایکروسافت اژور. و درآمد مایکروسافت اژور یک جوری ارتباط پیدا میکنه به سرمایه گذاری که AI، چون بخشی از حالا اون محصول و سرویس که روی اژور فروخته میشه در سرویس AI بیسد هست و اینا خب سرمایه گذار به عنوان سیگنال خیلی خوب برای مایکروسافت در نظر گرفتن. از دیروز تا امروز که این گزارش منتشر شده 15% سهام مایکروسافت رشد کرده که خب خیلی بزرگه 15%. گزارش متا هم نشون میده که متای فیسبوک نشون میده که خب سرمایه گذاری متا در حوزه AI و دیتا سنتر بیشتر شده، ولی متا نتونسته اون در سود و سود سرمایه گذاری روی هوش مصنوعی هنوز نشون بده تو گزارش مالیش و به همین دلیل یه سقوط 8% متا داشت که خب اینم سقوط بزرگیه و خب احتمالاً حالا باید صبر کنیم توی ریپورت بعدی ببینیم کی متا میتونه این سود سرمایه گذاری در حوزه AI رو معرفی کنه. آمازون که امروز گزارشش در اومد، همین امروز بعد از مارکت ساعت فکر کنم 1 بعد از ظهر به وقت ونکوور گزارشش در اومد. برای آمازون هم اینجوری هستش که خب نشون میده که سرمایه گذاریش و خریدش برای دیتا سنتر بیشتر شده، یه نکته مثبت برای انویدیا و سمی کانداکتورها، و از اون طرف نشون میده که AWS هم سودش بیشتر شده. یعنی آمازون به طور مشخص نشون داده توی گزارشش که 30% این فصل نسبت به فصل مشابه پارسال درآمد AWS رشد کرده و دوباره درآمد AWS یک سیگنالی هست از بازگشت سرمایه گذاری روی حوزه هوش مصنوعی و به همین دلیل هم افتر مارکت یا بعد از اینکه مارکت بسته شد و گزارش آمازون استخراج شد، پاپ منتشر شد، توی همین 1 ساعت گذشته سهام آمازون چیزی حدود 12% رشد کرده. پس الان اون نکته که سرمایه‌گذار خیلی بهش حساسن برای سرمایه‌گذاری هر کدوم از این شرکت‌ها، اونی که براشون مهمه اینه که آیا بازگشت سرمایه‌ای داره اتفاق میفته روی سرمایه‌گذاری بزرگی که برای هوش مصنوعی و دیتا سنتر و مراکز داده انجام شده یا نه. این جوابش بله یا خیرش تاثیر بزرگی میذاره این روزها روی ارزش سهام، رشد یا پایین اومدن ارزش سهام. مثلا اپل خب خیلی اینوستمنت بزرگی مثل این بقیه هایپر اسکیلر را روی دیتا سنتر نکرده، این مقدار منتظره که نتایج بقیه رو مثل این که ببینه و به همین دلیلم تازگی خب رشد سهام قابل توجهی رو تجربه کرد. یعنی ریترن آن اینوستمنت یا بازگشت سرمایه گذاری روی مراکز داده و هوش مصنوعی یعنی سیگنالی هست که میتونه روی ارزش سهام هر شرکتی تک به تک تاثیر بذاره. میزان سرمایه گذاری روی دیتا سنتر، مراکز داده و رشدش و اینکه آیا این شرکت ها بازگشت سرمایه یا سود سرمایه گذاری دارن یا نه، روی شرکت های نیمه هادی و سمی کانداکتور مثل انویدیا، AMD و آرم تاثیر میذاره. چرا؟ چون اونا تامین کننده های اصلی این حوزه برای این شرکت های بزرگ هستن. نه تنها رشد سرمایه گذاری شرکت های بزرگ روی دیتا سنترشون تاثیر میذاره روی بازار نیمه هادی ها، اینکه تونستن سود سرمایه هم ایجاد بکنن باز مهمه. خب اگه ما بخوایم این 3 تا گزارش رو ببینیم چه تأثیری روی بازار انویدیا و نیمه رسانه ها میذاره و بعد بقیه پارامترها هم در نظر بگیریم. خب همینطور که توضیح دادم تا اینجا سرمایه گذاری بیشتر روی مراکز داده خبر خوبیه برای نیمه رسانه ها، ولی الزاما خبر خوبی برای خود شرکت نیست. خود شرکت منتظر میشه تا سهامداران منتظر میشن تا ببینن که آیا سود سرمایه گذاری اتفاقی افتاده یا نه. مثالش هم اوراکل هست. مثلا اوراکل خب یه افت سهام 50-60% رو فکر کنم تجربه کرده به خاطر اینکه سرمایه گذاری خیلی زیادی کرده توی دیتا سنتر، مراکز داده، ولی هنوز نتونسته بازگشت سرمایه رو نشون بده.
و خب ما بعد در آینده منتظر چی باشیم؟ خبرهایی که بعد منتظرش باشیم، پارامترها و نیروهایی که تأثیر گذارن در این حوزه. یکی رقابت از سمت چین هست که خب چین داره تو هر لایه‌ای از زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، چه نوآوری رو ایجاد میکنه. مدل‌های مالی جدیدی که معرفی میشه تأثیر میذاره. سرمایه‌گذاری تو حوزه دیتا سنتر مهمه، بحث ژئوپلیتیکس مهمه، حتی قیمت نفت مهمه. برای چی مهمه؟ چون که خود مثلا قیمت نفت میتونه سیگنالی باشه برای افزایش تورم. افزایش تورم میتونه سیگنالی باشه برای افزایش نرخ بهره. افزایش نرخ بهره میتونه کلا فشار بیاره تو کل مارکت که این مقداری ارزش سهام کاهش پیدا بکنه، یعنی قیمت سهام کاهش پیدا کنه. پارامترها زیادن، ولی نکته خیلی جالبی که هست اینه که توی هر دوره‌ای تعداد یا بخشی از پارامترها تاثیرات بیشتری دارن، بخشون تاثیرات کمتری دارن. حساسیت روی یک سری از پارامترها بعضی وقت بیشتر میشه، تو پارامترهای دیگه کمتر میشه. به طور مشخص الان مثلا حساسیت روی ریترن آن اینوستمنت زیاد شده، یعنی بازگشت سرمایه الان خیلی خیلی مهم شده، در صورتی که اون اوایل که سرمایه گذاری روی AI مراکز داده شروع شده بود، اصلا اینکه کامپانی داره سرمایه گذاری میکنه این خودش یک ارزشی بود برای سهامش، برای افزایش قیمت سهامش. ولی الان اون بازگشت سرمایه، سود سرمایه گذاری تاثیرش زیاد شده. و جدا از همین بحثا، خب ما اینجا هیچ ادعایی نداریم که حالا این پارامتر اگه همیشه هم شد تحلیل بکنین شما میتونید مثلا قیمت سهام پیش بینی کنید، اصلا همچین چیزی نیست. چون حالا یه تعداد بخش زیادی از اطلاعات هست که اصلا ما نسبت بهش هیچ ویزیبیلیتی یا هیچ دسترسی بهش نداریم. داینامیک بازار، اتفاقایی که تو بازار میفته، پشت صحنه بازار میفته، اینا رو ما در موردش اطلاعات نداریم. و خب اگر کسی مثلا بیاد ادعای بکنه که مثلا من میتونم پیش بینی کنم که این سهام الزاما میره بالا یا میاد پایین رشد میکنه، خب اینا حالا که مطالعات نشون میده که تقریبا یعنی با احتمال 50 میتونه نتایج منطبق بر پیش بینی ها باشه. و خب همچین دانشی هم همچین دیتایی هم کسی نمیتونه داشته باشه معمولا. ما همچین ادعایی نمی کنیم و پیش بینی آینده نمی کنیم، ولی همونطور که ابتدای ویدیو من گفتم ما از این دریچه سعی کنیم دنیای اطرافمون و پیرامونمون رو بشناسیم. خب چیزی که الان داریم میبینیم تو حوزه هوش مصنوعی، در حوزه سمی کانداکتور، خب همین دنیای پیرامونمون، شناخت دنیای پیرامونمون اینه که داریم بازیگرای بیشتری دارن وارد میشن، مارکت به قول معروف رقابت توی بازار داره بیشتر میشه و داینامیک بازار، نوآوری‌ها، مثلا مدل‌های متن باز، مدل‌های بسته هوش مصنوعی، خب اینا دارن خبر از یه آینده میدن، یه شکل و شمایلی ما از آینده میتونیم تصور کنیم با مطالعه اتفاقات و هدفمون هم اینجا این هستش. از اینکه ویدیوی امروز رو تماشا کردین خیلی خیلی ممنونم. لطفاً هر جایی که فیدبکی داشتین توی کامنت ها ارائه کنید و اگه فکر میکنید که مطلب خاصی رو لازم ما هم دیگه مطالعه بکنیم اون رو هم اطلاع بدید. اگر هم جایی خطایی از من دیدید باز هم ممنون میشم که فیدبک بدید، حالا به هر شکلی کامنت یا پیام ارسال کنید. امیدوارم که مفید باشه و بتونیم اینجا از این دریچه با هم دیگه تحلیل کنیم و از هم دیگه یاد بگیریم. روز خیلی خوبی داشته باشید و فعلا تا ویدیوی بعدی.